بنده امیر فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که پشت پرده های پنهان دلالی صیغه رو برای شما بررسی بکنیم. دلالی صیغه‌ای که چند وقتیه ما نمونه های بارز اون رو در کانال های تلگرامی و در شهرهای مختلف ایران شاهدیم و میبینیم که خیلی راحت کلاه شرعی میذارن و میگن که خب بهتر از زنا بریم صیغه بکنیم و از این نوع دست کلاه شرعیایی که سر هم دیگه میذارن. امروز میخوایم سری توضیحات عجیب و غریب در خصوص این دلال های صیغه به شما بدیم. پس حتما این ویدیو و این مستند رو تا انتها دنبال بکنید و برای دوستان خودتون حتما به اشتراک بذارید. میدونم کمی تلخه، اما به اشتراک گذاشتن اون میتونه به اینکه ما بتونیم ناموس ایرانی رو حفظ بکنیم و جلوی روسپیگری رو بگیریم کمک بکنه. پس حتما تا انتها این ویدیو رو دنبال بکنید. خب آغاز میکنیم پشت پرده های پنهان صیغه رو. میدونید در دنیای امروزی تجارت سکس و تجارت جنسی دخترها رو اسمشو گذاشتن اسکورت سرویس و در ایران این قضیه کمی متفاوته. به خاطر وضعیت شریعت و دین اسمش رو در ایران گذاشتن صیغه حلال و یه کلاه شرعی گذاشتن و گفتن که خب اگر نیازی داری صیغه بکن و اشغالت رو بکن. اما در همون اسلام و در همون شریعت هم گفته شده اگر شما شخصی رو به خاطر شهوت خودت صیغه بکنی حرام هستش و عملا صحبت یه عده که میگن بهتر از این هستش که طرف بره زنا بکنه. ببینید اگر اون هوس و اون دلیلی باشه برای اینکه بخوای بری یه شخصی رو صیغه بکنی حرام هست طبق این آیات و روایتی که در تصویر میبینید و ما نشون دادیم. و خیلی جالبه ما میبینیم که در این دنیای مجازی یه عده برای خودشون دکون باز کردن و خیلی راحت دارن تجارت ناموس ایرانی میکنن و میگن صیغه ساعتی، صیغه روزانه، صیغه ماهیانه، بعد حق معرفی میگیرن. چجور این پول از گلوشون پایین میره؟ و نکته بعدی این که ببینید من نمیدونم اون مسئولینی که تو ایران هستن چجور شب راحت سرشون رو بالش میذارن و ناموس ایرانی که به خاطر پول، به خاطر دو لقمه نونی که بخواد ببره سر سفره زن و بچهش، به خاطر فقر و بیکاری میره راحت، به خاطر این که حالا شریعت هم مشکلی نداشته باشه میره صیغه یک مرد میشه ساعتی، روزانه و فکر میکنین که چند نفرن این خانوم هایی که حاضرن به خاطر پول صیغه بشن؟ بیشتر از 1000 نفرن، بیشتر از 2000 نفرن، بیشتر از 5000 نفرن. برای ایرانی که دریای ثروت و دریای این همه منابع، فکر میکنید کاری داره ساماندهی کردن 4-5 هزار نفر ناموس من و شما که خیلی راحت داره توی این سایت ها براشون کد گذاشته میشه؟ دیدید اکثرا شما اونها رو و داره سکسشون به فروش میرسه. اسمش هم گذاشتن صیغه شرعی. من نمیدونم این مسئولین واقعا کاری داره براشون 5000 نفر رو ساماندهی کردن، به 5000 نفر کار دادن، شغل دادن که آخرین راهشون این هستش که بخوان سکس خودشون رو به فروش بذارن. قطعا برنامه پشت پرده به همین دلیل اومده این قضیه رو ورود کرده. بریم یک مستندی رو ببینیم راجع به دلالی صیغه در ایران و اینکه داره اتفاقات عجیب و غریبی در فضای مجازی میفته و انواع اقسام آدم ها خیلی راحت میان سخنرانی میکنن، صحبت میکنن و مثل اینکه شریعت و دین فراموشش کردن و خیلی راحت میگن که خودشون هم راحت کردن، میگن که به خاطر اینکه طرف از زنا بکنه خوبه دیگه بره صیغه بکنه. بابا اگه اون صیغه به خاطر شهوت هم باشه حرامه طبق شریعت خودتون، من کاری ندارم. و اصلا ما بحثمون الان این نیستش که آقا حرام و حلال رو بررسی بکنیم. بحث ما این هستش که آقا
یه کمکی بشه که آقا جلوی این فروش ناموس من و شما گرفته بشه. همین. ائمه ما اگر زیاد ازدواج کردن و صیغه کردن، این صیغه کردن ائمه یک مبارزه سیاسی بود برای اینکه فقه آل محمد بماند و حلال خدا حلال باشد. اتفاقاً بررسی کردم، دیدم بچه‌هایی که نطفه‌شون در متعه بسته میشه باهوشترین و زیباترین و خوش‌فکرترین بچه‌ها هستن. افتخارشون اینه حلال زادن و افتخارشون اینه که حلال زادن. وجود داره این که بعضی‌ها با هم دیگه دوست هستن، رابطه عاطفی با هم دارن، نه روابطشون فسادآلوده نه روابطشون منتج به ازدواج شده. این گام میانی رو نگاه شریعت اسلامی بهش متعه صیغه یا متعه که بین مردم معروف به صیغه است، اما در حقیقت اصطلاح فقهیش عقد موقته. یکی از قانون‌های طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی و برای مهارت زندگی سالم. موقت یک افتخاری است برای اسلام، یک بن‌بست شکنه برای مرد و زن. بعضی از این آقایان که گفته میشه افرادی که نسبت به نکاح موقت خیلی ایراد گرفتن و این رو یک لایحه یا طرح ناصوابی دونستن، چطور نسبت به فحشایی که در غرب وجود داره هیچ موضع نمیگیرن؟ تصاویر پخش شده بخش‌هایی از سخنان روحانیون و تئوریسین‌های نظام ایران در جهت تایید و ترویج ازدواج موقت بود که تلاش می‌کردند با آوردن احادیث و روایت‌هایی از تاریخ اسلام آن را توجیه کنند. ازدواج موقت که در ایران به نام صیغه شناخته می‌شود، شامل یک قرارداد ازدواج برای مدتی معین بین زن و مرد است که با تمام شدن آن مدت رابطه موقت خود به خود به پایان می‌رسد. صیغه که فقط در مذهب تشیع اثناعشری حلال است می‌تواند از 1 ساعت تا حد اکثر 99 سال باشد. در سالهای گذشته حکومت ایران و متولیان فرهنگ رسمی تلاش زیادی برای جا انداختن این مسئله در میان مردم کردند. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد سال 1393 در یک گزارش مفصل 82 صفحه‌ای به بررسی دلایل لزوم ترویج صیغه پرداخته و آن را درمان همه دردهای جنسی جامعه برشمرده است. این گزارش با نقل یک حدیث منسوب به امام صادق با این مضمون که متعه شرف و افتخار شیعه ماست، صیغه را یک موضوع اسلامی قلمداد می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور در خرداد سال 1386 گفته بود: ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می باشد پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود. بیش از این نیز در دهه 70 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران بحث ترویج صیغه را پیش کشیده بود که با واکنش مخالفان مسکوت ماند. که در سالهای گذشته بحث‌هایی در رابطه با ازدواج موقت مطرح کردیم. چه تصمیمی در این رابطه گرفته اید و ما برای نبود تصمیمی بگیریم، ما راهش ما رو باز کردیم. ما گفتیم این مسئله شرعی است و انسانی است و اسلامی است. با اون بحثایی هم که تو روزنامه شد، قبحی که تو جامعه داشت مقدار زیادی شکسته شده. ما فکر می‌کردیم یکی از مشکلات جدی دانشجوها و بسیاری از مردم ما که نمیتونن به ازدواج دائم برسن و خدا براشون حلال کرده یه سنت حسنه اسلامی است با یک عرف عادت داره بدنام میشه. من از لحاظ فرهنگی خواستم، از لحاظ قانونی هم قانونش محکمه، اجازه داره، به دفاتر باید بنویسن، راهشم بازی. با آنکه روحانیون شیعه بر حلیت صیغه در اسلام تاکید دارند، اما سواد اعظم مسلمانان صیغه را عمل جاهلی و غیر اسلامی می‌دانند. صیغه در فرهنگ عمومی مردم ایران همچنان یک عمل مذموم به شمار می‌رود.
اما امروزه به سبب گسترش فقر در میان تعداد زیادی از زنان و خانواده‌های کم درآمد در کلان شهرها به عنوان پدیده مقبول در آمده است و از آن به عنوان راهی قابل قبول برای نجات از گرسنگی و تأمین مخارج زندگی استفاده می شود. اشتباه کرده. ببینید قانون میگه اصلا آیه قرآن میگه که آقا مرد تا 4 تا زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما 1 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر توان مالی داشته باشین بتونه اداره کنین، بتونه هماهنگ کنین، بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد. خب تا اینجا مستند دیدید و یک فکر میکنم مقدمه‌ای بود برای اینکه بدونید که به چه دلیل داره صیغه اتفاق میفته. اما یه نکته وجود داره، اینکه یه سری کانال‌های تلگرامی هستن که اینها دارن صیغه یابی رو مد میکنن و میگن که آقا صیغه شرعی و صیغه حلال. چند نکته وجود داره راجع به این کانال‌های تلگرامی. اول این هستش که یه سری از این کانال‌های تلگرامی فیشینگ میکنن و به شما میگن که به توی این سایت پول پرداخت بکنید، 100,000 تومان 200,000 تومان برای حق معرفی. وقتی میرید میگه تراکنش انجام نشد و بعد از اون هم حساب شما فیشینگ میشه و خیلی راحت هک میشه. نکته دومی که این سایت ها دارن این هستش که طرف میگه اوکی 100,000 تومان 200,000 تومان انتقال حساب بده به فلان حساب. بعد از اینکه انتقال حساب میدید میگی که حالا پول دادی به خاطر اینکه بری صیغه بکنی، برو بابا. یه بیلاخ هم برات میکشه، میگه برو خوش اومدی، اگه دوست داری هم برو شکایت کن. عملا چون می‌خواستی حرکت صیغه هم انجام بدی رود نمیشه کاری بکنی و میگی بابا آبروم بیشتر دوست دارم و اینجوری پولت خورده میشه. و نکته سومی که وجود داره این هستش که اینا کلا شهری میذارن دیگه، میگن که آقا صیغه حلال و اینها، ولی داستان این هستش که میان رصدتون میکنن با آیدیای دیگه، میان بهتون پیام میدن و عملا ازتون باج میگیرن، اینا آبروتون رو میبرین، عکستون رو میذارین توی سایت‌های مختلف و اینها و باج‌خواهی هم میکنن. اما شاید یه درصدی از اینها هم که واقعا دارن فروش انجام میدن و فروش دختر انجام میدن این هستش که اینها عملا دارن اسکورت سرویس اسلامی انجام میدن که ما میبینیم تو شهرهای مختلف داره این اتفاق میفته. و چی بگم، بریم ادامه مستند رو ببینیم. و فقط من میخواستم این پرانتز باز بکنم راجع به این کانال تلگرامی که خیلی مهم بود و این چند وقته داره باب میشه. حواستون باشه که این کانال تلگرامی 99%شون کلاهبرداریه. در شهرهای مختلف این کشور با دایر کردن شرکت‌ها و وبسایت‌هایی به تبلیغ صیغه پرداخته و از این راه درآمد هنگفتی کسب می‌کنند. اگرچه در حال حاضر یک آمار دقیق و رسمی از ثبت صیغه و میزان گسترش آن در کشور وجود ندارد، اما وجود سایت‌ها و سامانه‌های مختلف برای ثبت حتی چند ساعته ازدواج موقت نشانگر این است که تقاضای نسبتاً زیادی وجود دارد. حالتون خوبه خانم؟ سلام. سلام. حالتون خوبه خانم؟ متشکرم. شرکت پولپات؟ بله. ببخشید صداتون رو ندارم. یه بار دیگه شماره بگید. یه لحظه. نه درسته. حالتون خوبه خانم؟ ممنون. مطمئنتون شدم، خواستم یه سری اطلاعات بهمون بدید. بله. جان. بفرمایید. خواستم داستان چجوریه، قضیه‌تون چجوریه شما؟ راجبه برنامه دیگه. برنامه چی؟ برنامه خواستم چقدر میگیرید؟ مهریه‌های این خانم‌ها برای ازدواج موقت منظورتون؟ بله. مهریه خانم از 300 تا 600. مهریه از 300 تا 600. من میخوام عقدشون کنم. عقد دیگه، عقد موقت. عقد موقت تا چند روز؟ چجوریه؟ 1 ماه. یعنی 300 تا هم بدم تا 1 سال میتونم دیگه؟ 1 ماه. 1 ماه؟ بله. بعد اگه هر روز باشه که مشکل نره؟ نه خیلی. حتی سوال واسه تفاهم نشه چون 300 تا هفته 2 باره. هفته 2 بار؟ بله. مثلا روزی 1 بارم نمیشه نه؟ نه خیلی. خب موقع چجوریه؟ بعد کجا بیایم ما عقد کنیم؟ همینجا تو دفتر. بعد یه سوال بهتون تشریف بیارین اینجا، سوالاتتون هم همون موقع. یه سوال دیگه میپرسم، زیادم وقتتون نمیگه. اگه روزی 2 بار بشه، هر تایمش 2 دقیقه باشه چی؟ زیاد مثلا فشارم نده طرف. گفتم هفته 2 باره. هفته 2 بار. اون موقع روزش هم شما تعیین میکنین؟ نه خیلی توافقیه. توافقی. اون موقع ما توافقی. ببینید من براتون وقت میذارم، تشریف بیارین دفتر، سوالای بقیه سوالا رو حاج آقا بپرسید. حاج آقا من عذر میخوام خانم، یه همچین مکانی بیام روم نمیشه سوال کنم. اشکال نداره، این صحبتاتون رو باید با خانوما توافقیه. با خانوما من با خانوما راحت‌تر میتونم صحبت کنم تا با آقایون. دیگه
با خانمایی که اینجا هستن برای مورد صیغه چند تا خانم هستن؟ زیادن. اون موقع مثلا اگه من می‌بینی خانم من یه خورده بد سلیقه معذرت میخوام، من رو بالاتنه خیلی حساسم. بعد میتونم خودم انتخاب کنم دیگه. انتخاب با خودتونه. انتخاب با خودمونه. بله. وقت بذارم براتون. وقت بذارید. بله. بعد چهارشنبه بعد از اون میتونید تشریف بیارید. والا من آخه کارم یه جوریه که چهارشنبه نه، ولی پنجشنبه اگه بتونید فیکس کنید حتما میام. پنجشنبه ساعت 10:30 میتونید تشریف بیارید. بله. کجا باید بیام؟ شما آقای؟ من الیت هستم. سعید الیت. سعید الیت. الیت؟ الیت. بله. خب شماره همراهتون؟ شماره همراهم 0919 بله 639 بله 2673. بله. آدرس یادداشت کنید. آدرستون رو محبت کنید من بنویسم. میدان رسالت. یه لحظه. میدان رسالت، خیابان فرجام. خانم یه سوال من معذرت میخوام، بعد دیگه راحت میتونیم باشم سکتمون رو بکنیم دیگه؟ بله. بعد اون موقع ناراحت نشیده ببینید آقای محترم من اینجا نمیتونم جواب این سوالات بدم. پس من اگه بیام اونجا من میخوام با خودتون فقط صحبت کنم. نه با من نمیتونید صحبت کنید، باید با اون خانمایی که مورد صیغه‌ن با اونا صحبت بکنید. اون موقع مورد صیغه شما وقتی که ثبت نام کردین بعدن اون مورد رو بهتون معرفی میکنه با اونا صحبت میکنید. ببخشید اون موقع اون خانمایی که میگید مورد صیغه جوون هستن؟ از 22 سال هست تا 50 سال. آها 22 سال تا 50 سال. آدرس رو یادداشت کنین. خیابان فرجام. خیابان فرجام. خیابان سراج. بنویسم خیابان سراج. بعد از چهارراه دلاوران. بله. دلاوران. کوچه شهید اصغر کاشانی. بله. پلاک 46. 46. درب حیات. بعد یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. یه سوالی که داشتم، مثلا شما فرمودید تا 50 سال درسته؟ بله. بعد حالا سنش مهمی تا 50 سال، خب مشکلی نداره که اون مثلا میگید که هفته‌ای 2 بار، 50 ساله مثلا روزی 3 بار هم میتونه جواب. وقتشون رو نمیتونن بذارن برای شما. میکنه اینجا خانم‌ها موظفن هفته‌ای 2 بار ملاقاتشن، بیشترش دیگه بعد با خودشون. وقتی 60 ساله هم هستشون؟ نه خیر. خیلی ممنون. خب اصل شناسنامه یا کارت ملی هم همراهتون باشه، موقع ثبت نام هم 10 تومن میپرده. نه مشکل پولش اصلا مشکلی نداره خانم. خیلی خوب. پس ان شاءالله 10:30 پنجشنبه تشریف بیارید. حتما. متشکرم. بعد یه سوال آخر هم میتونم بپرسم؟ معذرت میخوام من خیلی خجالتی ام، به خدا روم نمیشه اونجا. نپرسین. متشکرم. روزنامه وقایع اتفاقیه در شماره 38 22/10/94 گزارشی تحت عنوان رواج دلالی صیغه در تهران منتشر کرده که در این گزارش به چگونگی کار بنگاه‌های ازدواج موقت پرداخته است. خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه گزارش خود را با این جمله آغاز کرده است: خیلی بانمکه، حتما خوشت میاد، فقط یه ذره ناز داره و نوشته است اشتباه نکنید. این صحبت مادرم نیست که دختر خانمی را برای خواستگاری به من معرفی می کند، بلکه بخشی از حرفهای آقای الف است که نمیدانم او را چه کار صدا کنم، ولی می توان گفت دلال صیغه است. این خبرنگار نوشته است: از طریق یک سایت به دفتر او در حوالی خیابان جمالزاده آمدم. آلبوم عکسی به من نشان می دهد و به هر کدام که می رسم توضیحات خودش را می دهد. هر کس قیمت خودش را دارد. به نوشته وقایع اتفاقیه قیمت صیغه در این دفتر از 40,000 تومان شروع شده تا 300,000 تومان برای هر ساعت. خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به اینکه در این دفتر غیر از من چند نفر دیگر هم نشستند ولی خبری از بانوان محترم نیز نوشته است: طبق روال شما یک نفر را انتخاب می‌کنید و مبلغش را دلال محترم می‌گیرد و بعد شما را برای جاری کردن صیغه به جای دیگری معرفی می‌کند که همسر موقتتان را آنجا ملاقات می‌کنید. مسئول این دفتر دلالی صیغه به خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه گفته است: برای زمان بیشتر ماهانه محاسبه می شود از 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان. حق دفترم از 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان متغیر است. به نوشته این روزنامه مسئول دلالی صیغه در این دفتر ماهانه 10,000,000 تومان درآمد دارد و از 4 سال پیش به این کار اشتغال دارد.
اما خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه از طریق سایت‌های همسریابی با 2 دلال صیغه دیگر نیز گفتگو کرده است که نرخ صیغه در دفتر یکی از آنها از ساعت 20,000 تومان تا ساعت 1,000,000 تومان است و 15% پورسانت میگیرد. اما در دفتر دلالی صیغه دیگر مبلغ مشخصی به زوجه موقت پرداخت نمی شود. فقط شوهر باید خانه مناسب همراه با وسایل برای زوجه تهیه کند و در حد معمول خرجی خانه را بپردازد و فقط برای هر معرفی و صیغه حداقل 6 ماه 1,000,000 تومان می شود. روزنامه وقایع اتفاقیه به وجود نوعی صیغه لوکس نیز اشاره کرده و یادآوری کرده است که قیمت آن بیش از 1,000,000 تومان در روز است. خدمات ماساژ با صیغه محرمیت. خبرگزاری ایلنا اردیبهشت ماه 94 از پدیده جدید تحت عنوان خدمات ماساژ با صیغه محرمیت خبر داد. این خبرگزاری درباره فعالیت زنان صیغه‌ای در سالن‌های ماساژ با مهدی سجادی نیری، رئیس اتحادیه گرمابه‌داران و ماساژ گفتگو کرده و او تایید می‌کند که برخی از واحدها از ماساژورهای زن برای مردان استفاده می‌کنند. مهدی سجادی نیری میگوید قیمت ماساژ در تهران از 55,000 تومان تا 110,000 تومان است. این تفاوت قیمت بستگی به محل و منطقه دارد. البته جنسیت ماساژور هم در این تفاوت قیمت نقش دارد. پژوهشگران حوزه اقتصاد میگویند در شرایطی که هزینه اجاره مسکن در جنوبی ترین منطقه تهران ماهیانه 500,000 تومان است و حداقل دستمزد نیروی کار در شورای عالی کار به 800,000 تومان نیز نمیرسد، حل مشکل فحشا و روسبیگری کار مشکلی است. دکتر مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، در گفتگو با یک رسانه ایرانی میگوید از هر زاویه‌ای که به ازدواج موقت نگاه کنیم، چه از لحاظ حقوق، عرف، بعد اقتصادی، منزلت اجتماعی و غیره، صیغه یکی از جلوه‌های خشن ستمگری بر زنان است. وی تاکید می‌کند که صیغه فقط در مذهب شیعه رایج است و اهل تسنن نیز صیغه را قبول نداشته و آن را یک فحشا می‌دانند. به گفته دکتر امیر منصور بهرام، روانشناس و مشاور خانواده، آزادسازی ازدواج موقت و پذیرفته شدن آن بر مبنای قانون حکومت ایران، جز آن که به ریشه خانواده ها ضربه وارد می کند، هیچ کاربرد دیگری ندارد. این روانشناس میگوید ازدواج موقت بیشتر برای مجردانی که توانایی ازدواج و تشکیل زندگی ندارند پیشنهاد می شود. اما در حال حاضر آقایان صاحب همسر و فرزند بیشتر از هر طیف دیگری خواهان ازدواج موقت هستند. خب این مستند قطعا خودش گویای همه چیز بود و امیدواریم که دریچه‌ای باز بشه که جلوی فروش ناموس ایرانی گرفته بشه. قطعا باید مسئولین پاسخگوی این قضیه باشن. این مستند رو به اشتراک بذارید، برای دوستان خودتون بفرستید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید و لایک بکنید این ویدیو رو جهت حمایت. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب و روز خوبی داشته باشید.